اساتید میفرمودن 40-50 روز قبل محرم مراقب پاشون بودن. آقای تبریزی میفرمود تو نجف هر جا نرن بتونن روزه برن، اینقدر مقید بودن. 40-50 روز مراقب چشماشون بودن محرم بتونن گریه کنن. استاد اخلاق عالم محرم، کارخونه آدم سازی، عرفان میخواید اینجا بیاید. 40-50 روز مراقب بودن چشماشون بتونن گریه کنن بر سید الشهدا. 40-50 روز مراقب دستاشون بودن خطا نکنن. حتی با تارک الصلات دست نمیدادن، چیزی نمیگفتن بهش تو نماز نمیخونی، دست رو سینه‌شون میذاشتن. این دست آلوده شد، میدونیم دستیم به نامحرم خورده میاد خودش هی نقل میکنه. این دست آلوده شد دیگه استکانی نمیتونه بشوره برای سید الشهدا. کفش جا به جا کنه، ظرف بشوره، کتیبه‌ای بزنه، دیگه این سینه نمیتونه بزنه. میبینی اصلا بالا نرفت تباکی کنه، همینجور بایستاده. برای شیخ خلیفه کربلایی حضرت فرمود انقدر گریه کرده، نوشتن انقدر چشمش خیس شده، انقدر دستش بالا رفته در عمرش، برای ما بنویسید. همه رو نوشتن. 40-50 روز مراقب گوشاشون بودن از موسیقی، دروغ، غیبت، تهمت، حرف رکیک، برای روزه بتونن گوش کنن. دیدید بعضیا تا صدای قرآن روزه اعصاب نداریم، اما بشینه اکسیژن گاز کربونیک و هیدروژن و برو بیا شیشه ماشین پرت کنه، بینو اعصاب داره. کأن فی اذنهم وقر لم یسمعها. قرآن میفرماید سنگینی تو گوش میره، انگار ندای حق رو نمیشنوه.